پسرای احمد به نظر شو زیبان، لکن پسری من زیبا بود. 15 سال است که محبتشاه عزیزوف درد میکشد. این ساکن 69 ساله ناحیه شهر توسی ولایت ختلان هیچ نمیتواند با مرگ وحشتناک پسرش به نوع مراسا کند. میشم بیدار میشم، هم پسرم دارد میزنه، یک ساعت جون میکنم، بعد خوب میکنم. روزای قین خیالام شدم، رفتم پسر ما آوردم. خیلی خدا جون آنها یکم پدر و مادر فرزند میری را نشانش نتیه، همه پدر و مادر در پیش فرزندش بگیره، برای که بسیار قینه، بسیار روزای سخته. امروز که آوردنش یک قیامت به خانه من، دیگه یک قیامت بود. روز قیامت میگن که سخت است، آنم خیلی روز به خانه من. آن روز زمستان سال 2008 برای خاندان خبر آورده بودند که پسرش صلاح‌الدین را در روسیه کشتند. ملتگراها سری او را بریده با خود بردند و در پسکوچه پرتافتند. فاجعه بخش از زندگی خانواده شد. عائله‌هایی که چنین داغ را دیده‌اند در تاجیکستان کم نیستند. عمرعلی نظروف طفلی همگی 5 ماهه فرزند مهاجران تاجیک در شعبه پلیس در پترزبورگ روسیه بی‌رحمانه از پدر و مادرش جدا کرده شد. صبح جسد سرد او را به پدر و مادر دادند. کارگرای ارگان گرفتن عدلیانی بودند، ما اونجا بودم. عدلیانی ای آتیش جدا کردن گرفتن بودند، سود بردن برای دیپورت کردن فدراسیون آمدنش، ایرا دیپورت کردن و بودک گرفتن. سیمبال 58 میگن بالینسا جایی безпризорный بودکای همونجا بودن. آنها وقتی اونجا بودن، ما وقتی ایرا سود решение برو ورق دیپورتش کردن اومدیم گفتیم خب بعدش بریم بودک بگیریم، گفتن که завтра утром заберете. Завтра утром в 10 часов позвонили, что ребенок где погиб. هویدا تیلازاده 5 ساله روز 22 ایول سال 2018 از نزد خانه‌اش ربوده شد و روز دیگر جسد او را در برخالته ورزشی در نزد راه آهن یافتند. مقامات انتظامی روسیه آن زمان گفته بود در جسد کودک 5 ساله آثار تجاوز جنسی مشاهده می شود. کودک 5 ساله چی گناه داره که مثلا طفل بیگناه ایدنه هیچ را دیدگی نیست که اون را شما میکشه میورین دانی در دم پارتنرش میری. پس از 5 سال بحث‌های دادگاهی و اعتراض‌ها قاتل هویدا در ماه سپتامبر سال جاری به حبس ابد محکوم شد. جسد الهام‌الدین شویف مهاجر تاجیک را که در اداره پلیس وشنیک شهر مسکو جان داد، صبح 27 نوامبر سال 2018 به زادگاهش ناحیه رودکی آورده و در آنجا دفن کردند. مقامات روسیه آن زمان گفتند که او از سکته دل درگذشت. خانواده‌اش میگویند هنگام شستن جسد در بدن او آثار ضرب و لط را مشاهده کردند. جسمش در خاک جسم تناش بکنید در دست پای زخم سرش زخم بود. همین همه جز من اشتگی من خیلی سر روش هم خیلی سیاه زدگی امتحان. گلبگیم رحمانوی 29 ساله با آرزوی دریافت مبلغ و خرید خانه به روسیه رفت و پس از 5 ماه 14 می سال 2019 تابوتش را به وطن آوردند. مرگ او خیلی مرموز بود. گلبگیم در شهر کلین ولایت مسکو روسیه فوتید. یکی از مهاجران کاری تاجیک پس از 9 روز این حادثه در سردخانه تصادفاً جسد گلبگیم را شناخته پس از 12 روز با کمک مهاجران کاری تاجیک به وطن فرستادند. بعد با یک بارگاه تلفن کردک، در همون تلفن رنگی ترسیده گپ زد دختری ما. بعد گفتم بچه‌ام برای چیزی قصده کسلی بیا. بعد یک گاش نگاه کرده بایی بود طریقه تلفنش کشت، همون تلفن کشتگی 15 روز دیگه خط درکی دختر من نیفتم. فهرست مهاجران تاجیکی در روسیه فوتیده و کشته شده خیلی طولانی است. مقامات تاجیکستان به برخی از این حادثه ها اعتراض کرده و از مقامات روسیه خواسته که جنایت ها در مقابل شهروندان تاجیکستان موشکافانه تحقیق شوند. اما نه همیشه مقامات روسیه به درخواست تاجیکستان واکنش کردند. اونچه که حکومت ما کرد همین طور بود. شما یک چیز رو فهمید که خیر از روسیه دیگر دولتی نیست که اینقدر مهاجران رو قبول کند و ما حضور نمیتونیم با یک
شدت گپ زنیم که این خیل کنید و خیل کنید. دیگر دولت نیست که ما رو این خیل قبول کند. دولت عرب ما رو قبول نمی کند. ایران اینقدر آدم رو قبول نمی کند. خطای قبول نمی کند. با کجا رویم؟ برای چی؟ برای اون که در تاجیکستان دموگرافی از بازار مهنت پیشتر صورت تیز که رفته ایستاده است. هر سال بیش از 1000 تابوت مهاجران کاری تاجیک به وطن آورده می شود که قسمی از آنها به قتل رسیدند. صرف نظر از این قتل و کشتار مهاجران تاجیک در روسیه، روند مهاجرت به این کشور کاهش نیافته است. بر اضافه جلب مهاجران به جنگ ضد اوکراین، فشارهای مقامات انتظامی این کشور بر سر مهاجران تاجیک به مراتب افزایش یافته است.